خب سلام به همه دوستان، من یاشار اسدی هستم از مجموعه ابریران. تو این ویدیو قصد دارم بهتون آموزش خیلی ساده‌ای بدم که چطوری سرور لینوکسی اوبونتوی خودتون رو به یک سرور میکروتیک 7.5 تبدیل کنید. پیش نیازش صرفا یه دونه اوبونتوی حالا 20 یا 22 نسخش مهم نیست. من اینجا اوبونتوی 22 دارم استفاده میکنم. اولین کاری که باید بکنیم باید بیایم سرورمون رو آپدیت های لازم براش بگیریم با دستور apt update. خب در قدم دوم باید آپگرید های لازم رو سرور انجام بدیم با دستور apt upgrade. اینجا وای رو میزنم و منتظر میمونم که سرور لینوکسی من آپگریدهاشو دریافت کنه. من ویدیو رو پاز میکنم تا این آپدیت انجام بشه، در ادامهش در خدمتتون هستم. خب جفت دستورات آپدیت و آپگرید برای من اعمال شده، از این لحاظ اوکی هستش سرورم. نوبت میرسه به دستورات لازم برای تغییر OS مون. من اینجا یه فایل ورد درست کردم برای شما عزیزان که دستورات لازم رو اینجا نوشتم، با کپی پیست کردنشون توی پوتی میتونید رو سرور اعمال کنید و مرحله جلو ببرید. اولین مرحله اینه که باید اسم اینترفیسمون رو پیدا کنیم. دستور رو کپی میکنم توی پوتی پیست میکنم. این قسمت که نوشته اتر 0 این اسم اینترفیس منه که لازمش دارم، اینجا یادداشتش میکنیم. مرحله بعدی اسم دیسک رو باید پیدا کنیم که اسم دیسکمون چی است. دستور رو کپی میکنیم و پیستش میکنیم. همونجوری که اینجا میبینید اسم دیسک من DEV VDA هستش. این VDA رو من حالا احتیاج بهش پیدا میکنم و بدونم اینجا که اسم چی هست. حالا ممکنه برای سرورهای شما اینجا به جای VDA SDA یا هر چیز دیگه ای باشه، ولی معمولا یا VDA هست یا SDA. این رو هم یادداشت میکنم. در قدم بعدی با این دستور فایل اسکریپتمون رو ایجاد میکنیم، میزنیم و فایل ایجاد میشه. حالا توی این فایل اسکریپت باید دستورات لازم رو وارد کنیم. از طریق این آدرسی که اینجا براتون گذاشتم وارد میشید. یه صفحه هستش به این صورت، میبینید اینجا همون نحوه ساخت اسکریپت رو گفته. این دستوری هستش که تو اسکریپت لازم است. من کلش رو سلکت میکنم و کپی میکنمش و میام توی این فولدر که ساختم پیستش میکنم. حالا برای این فایل این دستوری که اینجا هست با یه سری تغییرات روش ایجاد بدیم، همونجوری که گفته بودم بهتون. اول تو این قسمت اسم فایلمون DEV اینجا SDA به صورت دیفالت زده شده. من این اسمش رو پاک میکنم، V میذارم میشه VDA، چون دیدیم دیگه اسم دیسک من VDA بود. تغییر دیگه که باید بدیم اینجا در مورد اینترفیسش، اینجا اتر 1 به صورت دیفالت نوشته شده توی این اسکریپت. دیفالت رو عوض میکنم، 1 رو پاک میکنم و میزنم اتر 0. این دو تا تغییر رو که ایجاد کنیم دیگه کار دیگه لازم نیست بکنیم، فقط دکمه ESC رو میزنم، می نویسم 2.WQ اینتر. خب تنظیماتی که داخل فایل اسکریپت کپی کردم الان ذخیره شده. اینجا هم براتون نوشتم برای خروج ESC رو بزنید و بعدش 2.WQ تغییرات ذخیره بشه. حالا این دستور رو کپی میکنم که دسترسی های مورد نیاز اسکریپت رو براش اعمال کنه. پیست میکنم و کپی. دوباره وارد فایل ورد خودم میشم. این دستور برای اجرای اسکریپت هستش. این دستور رو هم کپی میکنم و میام توی سرور پیستش میکنم. اینتر. منتظر اونم که فایل رو دانلود کنه. دانلود میکنه فایل های لازم رو. یه چند ثانیه طول میکشه اینجا. بسته حالا به قدرت پردازشیتون این مقدار زمان ممکنه تفاوت داشته باشه. خب تموم شد. اینجا که برای من نوشت اسلیپ توی 5 ثانیه، تو 5 ثانیه بعدش سرور کلا خاموش میشه. الان دسترسی SSH من قطع شده و شروع کرده به تغییر OS. بلافاصله توی چند ثانیه کوتاه، چون بالا اومدن میکروتیک تایم زیادی نداره، احتیاجی نداره، خیلی سریع اوبونتوی من خاموش میشه و بعد خودش که سرور اتومات روشن میشه به صورت میکروتیک بالا میاد.
الان من سرور میکروتیک دارم و دیگه اون سرور اوبونتو وجود خارجی نداره و حالا SSH بزنم به میکروتیک وصل میشم، یا اصلا میتونم مثلا از طریق وین باکس به میکروتیک هم وصل بشم. پسورد و یوزر دیفالت میکروتیک هم یوزرش ادمین هست با حروف کوچیک. پسورد هم نداره، پسورد خالی بذارید. اینطوری که بزنید به سرور میتونید لاگین کنید. بلافاصله پیشنهاد میکنم که یه پسورد کامپلکس خوب بذارید تا نتونن سرورتون رو بزنن. خب دوستان، به همین راحتی اوبونتو تبدیل به میکروتیک 7.5 شد. حالا کانفیگای دیگه‌ای هم وجود داره، دستورات دیگه‌ای هستش که میتونیم از طریق همین مراحل، فقط اون دستوراتش نسخه 6.5 میکروتیک رو دانلود میکنیم مثلا به 6.5 تبدیل میشه. اما حالا اینی که اینجا ما دیدیم ما هم دیگه تبدیل اوبونتو 22 به میکروتیک 7.5 بود. خیلی ممنون که ویدیو نگاه کردید. امیدوارم که براتون کاربرد داشته باشه و بتونید ازش استفاده کنید. اگه سوالی بود حتما بپرسید، من سعی میکنم تا جایی که میتونم همین سوالات رو جواب بدم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.